بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و دنیای از ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راه شما باد و لحظه لحظه زندگی شما زیباتر از لحظات گذشته آن سپری بشه. الله رو بی نهایت سپاس از اینکه یک بار دیگر هم این توفیق نصیب راه ما گشت تا به همراه شما عزیزان و سروران در سفره دلی دیگر گرد هم بیایم برای بررسی موضوعی دیگر از موضوعاتی که دل مشغله برخی از شما عزیزان است و انشاءالله در خدمت جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز خواهیم بود و موضوعی که برای این هفته ما در نظر گرفتن در تکمیل موضوع برنامه گذشته در آغاز از طرف خودم و به نمایندگی از شما عزیزان خدمت جناب دکتر عرض سلام دارم و ادب و احترام. خوش آمدید جناب دکتر. خیلی خیلی ممنون. بنده هم عرض ادب و سلام و احترام دارم، هم خدمت شما و هم خدمت شما تک تک بینندگان عزیز که ما رو روی سفره‌های دلتون دارید و همراهی میکنید. خیلی سپاس دارم از تفاعل و همدلیتون با برنامه خودتون و نامه هایی که برای ما میدید و به هر حال ما رو در این مسیر همراهی میکنید. کمال سپاس رو دارم، گرچه که جناب استاد سلیمانی همچنین چپ چپ نگاه میکنه که چرا من به برخی از عزیزان که تلنگرایی هم میندازند و یه فیشکولایی میزنند به اونها اشاره ندارم. اون عزیزان هم تاج سر ما هستند. در حال همینی که با ما همراه هستند و یه مقداری دلخورند، خب این هم خودش علامت محبت هست، علامت همدلی هست که چرا ما مثلا مطابق میل اون عزیزان پیش نمیریم، که این خودش بیانگر اینه هست که شما وقتی میرید پیش پزشک، خب پزشک یه وقتی یه دارویی به شما میده که یه مقداری براتون تلخ مزاج هست اما نیاز هست دیگه، به هر حال برای رفع بیماری اون دارو تلخ هم باید سر کشید، همونطوری که اون شربت خوشمزه رو هم احیانا که میپسندید اون هم دوای درد هست. در هر حال ما در خدمت شما هستیم، چه دارومون تلخ باشه چه شیرین باشه، از شما ایم و با شما. خدمت از ما جناب دکتر در برنامه گذشته به همراه شما عزیزان در موضوعی که به هر حال موضوع داغی است بحثی رو آغاز کردیم به همراه جناب دکتر، موضوع هم شوهری و موضوع برنامه گذشته ما بود، آخرین برنامه که در خدمت شما عزیزان بودیم و جناب دکتر درباره کسانی که همسر مشترک دارن، خواهرانی که همسر مشترک دارن صحبت کردن و اینکه این رقابت است هم شوهری یا مشارکت و صحبت‌های مطرح شد و توصیه‌هایی بود، گرچه به مزاج برخی از خواهران خوش نیامد و همونجور که جناب دکتر اشاره کردن تلخ بود برخی از داروهایی که جناب دکتر مطرح کرده بودن برای برخی از عزیزان. جناب دکتر یکی از خواهرها خیلی از دست شما عصبانی بود و ایشون نوشته بود که اگه دستم برسه به این دکتر شما با این تعبیر و حتی دیگه یک چند تا کلمات محبت آمیز فلفلی برای شما نوشته بود و بعدش هم گفته بود که ایشون رو بنازید بیرون از کانالتون با کمال احترام. و البته از ایشون کمال سپاس و تشکر رو دارم. بله. این خودش بیانگر محبت هست، خاصا در خانم ها. بله. من اصلا یک موردی رو، این هم برمیگرده به روانشناسی افراد، به خصوص در دختر خانم ها. اگر یه وقتی دیدید که دختر خانمتون میگه که از فلانی خیلی بدم میاد، یعنی خوشش میاد، یعنی پیام خوشی هست. ایشون چون که با ما همدلند، خب اینجوری میخواستن این همدلیشون رو مطرح کنن. شما حالا با این چیزا با این توجیهات دفاع نکنید، چه کار میخواید بکنید؟ به هر حال ما در برنامه امروز هم انشاءالله به همراه شما عزیزان قول داده بودیم که در برنامه جدیدمون بعد دیگرش رو صحبت بکنیم، بعدی که به هر حال خیلی از خواهران ما نسبت به این موضوع صحبت دارن، گرایه دارن، شکایت دارن
و موضوعی است که بسیار مهم هست، موضوع بررسی برخورد مرد با همسراش، یک مرد و چند همسر. این موضوع برنامه امروز ما خواهد بود. یک مرد و چند همسر. نقطه مقابل برنامه گذشته درباره کسانی که خواهرانی که شوهر مشترک داشتن صحبت کردیم و همباغ به تعبیر به هر حال فارسی برخی از مناطق ما و هوو به تعبیر بچهای تهران، حالا در جای دیگه هم شاید استفاده بکنن، و همباغ، هوو یا هر تعبیر دیگری که استفاده میشه در مناطق ما. این موضوع رو انشاءالله امروز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یک مرد و چند همسر و آنچه که بر عهده یک مرد است. یک مرد چه کار باید بکنه؟ خطاب امروز ما آقاست، آقایونی که میرن و ازدواج میکنن، چند تا همسر دارن، 2 تا، 3 تا یا 4 تا، و چه کار باید بکنن و چه وظایفی بر اونهاست. به هر حال موضوع بحث مهمی است و انشاءالله که باز ببینیم بازتابش چه خواهد بود. باز حتما برادران هفته بعد یک چند تا پیام مهرآمیز برای شما انشاءالله پر از مهر خواهند فرستاد. در خدمت جناب دکتر خواهیم بود و موضوع یک مرد و چند همسر. من بدون مقدمه جناب دکتر خدمت شما میرسیم و آغاز موضوع، چون امروز ما سوالهای زیادی هم داریم که سعی میکنیم وقت بیشتری در خدمت بینندگان عزیز باشیم برای پاسخ به سوالها. یک مرد و چند همسر، مردی که رفته متأثر شده از صحبت‌های شما و این همه تشویق کردید که برای زن دوم بگیره، حالا گرفت، سومی هم گرفت، در شرف گرفتن 4می هم شاید باشه، حالا به ما نمونه و میخواد بره، حالا چیکار باید بکنه دیگه؟ بقیه رو هم بهش بگید که الان چیکار باید بکنه تا حداقل شبها وقتی که از خونه میاد بیرون سر صورتش سالم باشه همچنان و غذایی برای خوردن داشته باشه حداقل و مجبور نشه پیش دوستانش بره شبها بخوابه. اجازه بدید استاد سلیمانی عزیز بنده این میکروفون از دست شما بگیرم قبل از اینکه بازار ما رو کساد بکنیم. بله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله. بینندگان عزیز، اولا هر آنچه که از استاد سلیمانی عزیز شنیدید بندازید دور. انسان خداوند متعال 2 تا گوش بهش داده، یکی واسه شنفتن برخی از حرفها و بیرون ریختن برخی دیگر. قضیه چند همسری روش مباحث زیادی هست. یعنی حتی در ایران وقتی که این مسئله مطرح شد 6 سال قضیه مسائل خانوادگی و این بند این در قانون به تأخیر افتاد که آقا چند همسری باشه نباشه، خوبی‌هاش، مزیت‌هاش، افرادی که ضدش بودن فلان. عموما افرادی که ضد این برخوردشون تند هست با چند همسری و اینا افرادی هستند که یه شکستی رو تجربه کردن. پدرشون مثلا چند تا همسر داشت و ناعدالتی کرده، ظلمی کرده، نمیدونم روابطش خوب نبوده فلان، یا همسایه‌ای داشتن، عزیزی داشتن دور یا نزدیک، این صدای مثلا این دعواهای اونها باعث شده که این یک انعکاسی در این یک رد فعلی به وجود بیاد که با یک واقعیت فطری در تضاد باشه. ببینید دوست سلیمانی عزیز، ما قبلا هم اینو اشاره کردیم، ما چیزی به نام تک همسری در کل دنیا نداریم، نه در بشریت بوده، نه در حیوانات، نه در گیاهان. یعنی چی نداریم؟ یعنی همیشه تاریخ از روز اول خلقت تا روزی که همه انسانیت از روی زمین برداشته میشه قضیه چند همسری بوده و هست و خواهد بود. امروز هم ما در کل دنیا جایی نیست که مثلا چند همسری وجود نداشته باشه. فقط فرقش چی هست؟ اسلام اصلا نه چند همسری رو آورد و نه باش چون که نیاز فطری بشر بود نه با اون در ستیز افتاد. اسلام چی کار کرد؟ اسلام اومد این رو قانونمند کرد، اصلاحش کرد که این قضیه هوسرانی و حرمسرابازی نیست. این قضیه مسئولیت هست، اداره هست. اینو یک مردی وقتی که میره به اصطلاح دنباله که زن دیگر، یعنی چی؟ یعنی میره یه مسئولیت دیگری رو قبول کنه، یک انسان صاحب شخصیت هست که میدونه که چیکار داره میکنه و هم تبعاتش رو هم میدونه. خب اینی که میگه که نه آقا این زن دیگر نمیگیره چون که به خانمش وفا داره،
این حرف وفا مفا اینجا نیست. این نمیگیره. چرا؟ چون که یا روابط نامشروعی دیگری رو میخواد تجربه کنه، یا در حال در یک فشار اجتماعی هست که این فشار اجتماعی اون رو نفله داره میکنه. نه نمیتونه. فشارهای اجتماعی هست، توانمندی نداره، نمیدونم از این اونور میترسه، از محیط خانوادگی میترسه، از بدنامی هایی که همسرش خب نهایتش چی میشه؟ نهایتش چرا ما بیاییم چند مورد ما در مورد طلاق عاطفی حرف زدیم، چرا این معضله رو در جامعه داشته باشیم؟ ما اومدیم در بحران میانسالی رو روش چند مورد حرف زدیم، چرا این مورد رو ما داشته باشیم؟ پس ما با یک جنگ با فطرت اینطوریه. وقتی بیای یک نیازی هست، طرف آقا گرسنه نشه، بله، شما یه ساندویچ دادید سیر نشد، خب الان این چی کارش میکنی؟ میایی در یک فشار میاری از این ور اون ور، خب میبینی که دزدکی یه ساندویچی برمیداره از جای دیگه میدزده، یه چیز اصلا فاسیری رو میاره میخوره که ضربهش به شما هم میخوره. خب پس ما با یه واقعیت چطور کنار بیاییم واقعیت رو ببینیم. ببین استاد سلیمانی عزیز، بعضی چیزا برای ما خیلی عجیب هست. به خاطر چی عجیب هست؟ چون که بعد نظر ما کوتاهه، دید ما کوتاهه. شما ببین، تصور کن شما اومدی تو کویر لوط، دشت. خب دیدید یه پیرمردی نشسته کشتی درست میکنه، چه کار میکنید؟ تعجب میکنید. اون ملایی که اونجا میرفتن میخندیدن، مسخره میکردن حضرت نوح جان چرا کشتی درست میکنی؟ میگه دستور پروردگارم هست. وقتی که دستور پروردگار رو در اونجا که با تمام عقلای کوچیک مردم که بعد نظر نداشتن در تضاد بود اجرا کرد، نتیجهش چی شد؟ نتیجهش نجات خودش و اطرافیانش. نجات خودش شد، هدیه الهی هم گرفت که کل ذریت آدم از نوح شد. پیرمرد دیگه رو داریم که چاقو رو برگرفته، بعد سر بچه‌ش رو گرفته میخواد سر بچه‌ش رو بکنه. خب این با کدوم عقل و منطق جور میاد؟ هیچ چیز کاملا غیر منطقی است. خب اما میبینیم که پیرمرد چرا این کارو میکنی؟ دستور خداست. انی اری فی المنام انی اذبح، دستور خدا. وقتی که در مقابل دستور الهی سر تسلیم وجود آورد، بچهش هم حفظ شد، قربانی رو هم نوش جان کرد، ماندگار شد در تاریخ، ماندگار شد. هیچ هدیه از جانب خداوند گرفت که تمام پیامبران از ذریت اون اومدن. خب پس ما در مقابل دستور الهی چی کار کرد؟ دستور الهی اومد یک چیزی که در جامعه وجود داره، داشته، داره، خواهد موند. خب مگه ما کجای دنیا هست که چند همسری نداریم؟ خب اما یه چیزیش که هست، یه جایی هست که این چند همسری بهداشتی هست، قانونمند هست، فرد در قبالش مسئولیت داره. یه جایی دیگه هست که یک فرد یک ازدواج میکنه، بعد از اون 100 تا زن بدبخت میکنه، هیچ در مقابلش مسئولیت نداره. هیچ. در جامعه هنوز میبینیم بعضی از ظالمهای مستبد فرعون منش چیکار میکنن؟ میرن از سکرتر رو نمیدونم منشی گرفته تا ماشین نویس و تا دربون و تا نمیدونم فلان و کارمندایی میارن تو شرکت ها، ازشون کامجویی میکنن، حتی همین کامجوییش رو میذارن به حساب چی؟ به حساب اون مؤسسه. پولشو از مؤسسه میگیرن، از حکومت میگیرن، از جهت‌های رسمی دیگه. حتی کوچکترین مسئولیت مالی اخلاقی در قبالشون تحمل نمیکنه. اینو ببین و این چهره زیبایی که اسلام داره با یک واقعیت کنار میاد. خب درسته این مسئله چون که سخته، نیاز به مدیریت داره، نیاز به حتی تا جایی که یک قصه زیبایی برای شما بگم آقای سلیمانی عزیز. سودان، کشور سودان تا مدت‌ها در محاصره اقتصادی آمریکا و غرب و شرق و همه بود. تحریم‌های اقتصادی رو خیلی از دیپلمات‌های سودانی اومدن و جون کندن، حد نشد.
تا اینی که وزیر خارجه سودان شد که پروفسور ابراهیم قندور. پروفسور ابراهیم قندور این مسئله رو حلش کرد. یک گره های پیچیده رو این آقا تونست حلش کنه. بعد تو روزنامه سودان این چیز جالبی نوشته بودن که شما فکر نکنید پروفسور ابراهیم قندور تونست این مسئله رو حل کنه چون که ایشون فوق تخصص پزشکی از دانشگاه بریتانیا داره. بازم فکر نکنید چون ایشون مهارت و تجربه سیاسی کار سیاسی داره، در رئیس کمیته پزشکان بوده، رئیس کمیته کارگران سودان بوده، رئیس دانشکده پزشکی سودان بوده، رئیس دانشگاه خرطوم بوده، وزیر آموزش عالی و پژوهش‌های علمی بوده. فکر نکنید اینا تجرباتی این کارا تونست این مسئله رو حل کنه. تنها چیزی که باعث شد ایشون گره های آمریکا و غرب و همه رو باز کنه به خاطر اینه که ایشون 4 تا همسر دارن و تونستن 4 کلبه سعادت رو آباد کنن. این کسی که تونسته با 4 تا همسر کنار بیاد دیگه آمریکا و اروپا و اتحادیه اروپا اینا دیگه کشکشش. یعنی انقدر سخته؟ قضیه اینه که یک واقعیت هست، یه واقعیتیه که اون فرد وقتی کسی که میره ازدواج دوم میکنه، این یه موردی هست که بعضی از آقایون هم یه مقدار مشکل دارن، تشریف ندارن اینجاش. اون آقایون چه هستن؟ اون افرادی هستن که فکر میکنن با ازدواج دوم و سوم و چهارم مشکلات حل میشه میره. اینو در زندگی ما نداریم. زندگی چی هست؟ زندگی تلاش هست، زندگی سختی داره، زندگی اصلا ازدواج اول مگه آزمایش الهی نیست؟ بله. در ازدواج نکردن انسان در آزمایش هست. ازدواج کردید شیوه آزمایش فرق میکنه اما آزمایش هست. سختی آزمایش کمتر میشه. خب در ازدواج دوم هیچ آزمایش هست اما سختیاش باز کمتر میشه. سوم و چهارم به همین صورت این سختی ها بار مشقتی که میاد کمتر میشه. چرا؟ چون که ما با چند انسان در رشد رسیده در مرحله‌ای هستن که همیشون عقل و درایت و رشد دارن، در کنار هم میخوان زندگی کنن. خب اما فقط اینجا چی میخواد؟ یه فن و فوتی میخواد. اجازه بده جان تو درباره همین رو صحبت بکنیم. حالا مسئله ازدواج صورت گرفت، بالاخره مرد ازدواج کرد و چند تا زن داره. فهمیدید که اسلام اومده و قانونمند کرده این رو. به هر حال طبیعتاً یک فطرتی است که همه باش درگیرن. در همه سرزمین ها و جوامع ما این اتفاق نظر داریم که تعدد زوجات و چند همسری وجود داره. اسلام چند همسری رو اجازه داده و آنچه که قانون شرع مقدس اسلام اجازه داده یقینا بدون حکمت نیست و الله متعال کار حکیم خالی از حکمت نیست. این قانون الله تعالی است. اما خب یک سری ضوابط و شرایطی گذاشته. طبیعتاً نماز خوندن هم بالاخره درسته که نماز خوندن اما برای خودش یک اصول و ضوابطی داره. هر کسی حق نداره هر جوری که دلش میخواد نماز بخونه. یا روزه گرفتن هم برای خودش که عبادتی یک سری اصول و ضوابطی داره. زن دوم سوم چهارم گرفتن هم طبیعتاً یه سری قواعد و ضوابطی برای خودش داره دیگه. هر کسی بگه من میرم زن دوم میگیرم سوم میگیرم هر جوری که دلش خواست که نمیشه. از این ضوابط و قواعد و قانون ها برامون بگید. حداقل یا مردی که زن گرفته چیکار باید بکنه که بتونه در چارچوب این قواعد و ضوابط پیش بره؟ ببینید اولین نقطه اینه که این مرد باید خودش رو دوست داشته باشه. خودش یا زناشو؟ خودش. چطوری؟ محبت اولین پله ساختن هست. ببینید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دولت خودش رو بر خشت اولی که در مدینه میذاره اسمش هست محبت هست. خشت اول مدینه هست مؤاخات، پیمان برادری و دوستی در بین مسلمانان. اولین خطبه ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مدینه ایراد میکنن چی هست؟ یا ایها الناس افشوا السلام. چرا؟ چون که سلام باعث محبت میشه. و اطعموا الطعام، برای چی؟ دوستی رو زیاد میکنه. و صلوا باللیل والناس نیام، محبت و دوستی بنده با خودش رو زیاد میکنه. تدخلوا الجنة بسلام، وارد بهشت میشی. محبت راه رسیدن به بهشت. من وقتی خودم رو دوست دارم چیکار میکنم؟ چون که خودم رو دوست دارم میخوام که این خودی رو که دوستش دارم اینو برسونم به بهشت. بله.
چون خودم دوست دارم بهشت رو میخوام، آسایش رو برای چی میخوام؟ آسایش دنیا و آخرت رو میخوام. الان چون که من در فکر دوستی خودم هستم، دیگران رو هم دوست دارم. بله. وقتی یه ازدواج کردم یک کلبه سعادت رو ساختم، بعد از اون فکر میکنم که خب چرا من 2 تا کلبه سعادت نداشته باشم؟ چرا یک زن بیچاره ای باشه که نیاز داره من اونو خوشبختش نکنم؟ خب 3 و 4 به همین صورت. خب اومدم این خوشبختی رو وقتی میخوام درست کنم، پس اولین چیزی که باید پیشم باشه تقوای الهی داشته باشم. این تقوای الهی باعث میشه که من در این میان یک رابطه خوبی رو ایجاد کنم. فرزندانی که اینجا هستند رابطه خوبی در بین اونا باشه. نشد مشکلات شروع میشه. مشکلات چی؟ پسرای یعقوب علیه السلام نتونستن برادر خودشون رو تحمل کنن. چرا؟ چون احساس کردن پدر یوسف بیشتر دوست داره، رفتن انداختنش تو چاه. خب پس قضیه خیلی غیرت انسانی، حسادت، بیماری هایی که تو دل انسان هست خیلی حساسه. بله. پس اینا رو باید مراعات کنم. بعد ببینیم خداوند متعال به ما چی میگه. خداوند متعال ما رو از تعدد منع نمیکنه. فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. بله. 2 تا 3 تا 4 تا. فان خفتم الا تعدلوا. ببینید شرطی که خداوند متعال میذاره عدالت هست. عدالت در اینجا شرط نیست. عدالت در اینجا توصیف هست که آقا اگر تو مشکل داری اصولاً با یک ارزش ثابت، پس کنار این موضوع نیا. ارزش ثابت چیه؟ ارزش ثابت در تمام ادیان و دین اسلام عدالت هست. عدالت باید همیشه باشه. ان الله یأمر بالعدل. خداوند شما رو امر میکنه به عدالت و خداوند هم میگه که یحب المقسطین. خداوند اونایی که عدالت میکنن اونو دوست داره. اگر حتی با کسی دشمن بودید لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. حتی اگر با کسایی دشمنی بودن نکنه که دشمنی باعث بشه که شما عدالت نکنید. پس عدالت یک ارزش ثابت است. هر کسی در هر جایی با هر کسی در هر زمانی باید عدالت بکنه. بله. عدالت باید با زن اول هم باشه. عدالت با فرزندان، عدالت با پدر و مادر، عدالت با برادر و خواهرها، عدالت با جامعه، با دوستان، با همه. عدالت یعنی چی؟ عدالت یعنی این که شما یک انسان، ما میگیم فلانی عدل مستقیم باشه. یعنی به هیچ که ظلم نکنی. همه چیز سر جای خودش باشه. هر چیز سر جای خودش، ظلم نکنی. هیچ. و ظلم حرام هست بر هر انسانی، بر علیه هر انسانی، در هر جایی، در هر زمانی. نقطه مقابل ظلم عدله. نقطه مقابل ظلم که بر هر حتی بر حیوانات حرام. حتی بر طبیعت حرامه. شما حق نداری درختی رو الکی بکنی. بله. بشکنی. آشغالش تو بریزی رو زمین. خب و پس اینجا ما این شرطی نداریم که چی؟ که شما مثلا اگر ببین نکنه که عدالت نکنی باز بترسی و زن دوم نگیری. نه آقا اصلا همچین مسئله وجود نداره. خدا خودشون میفهمن، خداوند میفهمه لن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء. امکان نداره که شما بین زنها عدالت رو برقرار کنید. چرا؟ چون که عدالت از دیدگاه زن امکان نداره برقرار بشه. شما میایید چند نفر، چرا؟ چون عدالت از عینک غیرت زن دیدنش امکان پذیر نیست. یعنی یک فرد میخواد چطور به عدالت کنه؟ از دید زن؟ از دید زن. فقط باید برای خودش باشه. خب پس عدالت وجود نداره. این خود ظلمه در حقی که دیگه. یعنی اینی که ببینید عدالت همیشه عدالت باعث میشه، عدالت در واقع یک عنصر محرک هست برای افراد تا تعدد ازدواج داشته باشن. چرا؟ چون که یک فردی که عدالت میکنه شعور عدل در احساس عدالت داره، یعنی اینی که این در مقابل جامعه درد داره که جناب توی این جامعه چقدر دخترای مونده هستن، توی این جامعه چقدر زنهای ارمله هستن، بیوه زنها هستن. بله. اون زنی که میاد مثلا دعوا داره که اوه زن همباغ آورده برای من فلان، همین زن
امکان داره که شوهرش بمیره، بله خودش بیوه بشه زیاد و خودش زن دوم بشه تو خونه دیگه ای. بارها شده. پس با واقعیت باید واقعیت رو با عقل و منطق باش کنار اومد. عدالت اقتضا میکنه که هر فردی که توانایی کمترین توانایی امکان ازدواج مجدد داره در برداشتن بار از جامعه سهیم بشه، ازدواج دوم سوم چهارم بکنه تا توان داره که این جامعه رو کمک کنه. این جرأتش رو نداره، میترسه، باید از مالش از توانمندیش بذاره 4 تا جوون رو ازدواج بره. 4 تا جوون نیست، 4 تا افراد دیگه ای که توانمندی دارن. ببین توانمندی چه هست؟ یک توانمندی جسمی هست، یک توانمندی مادی. یه فردی هست توانمندی جسمیش 20، نیاز به ازدواج دوم هم داره. یه بیوه زن هم هست اما مادیشو نداره. من که این توانمندی مادی رو دارم اما این جرأتشو ندارم، کمکش میکنم. خب چرا؟ قضیه این است که عدالت اقتضا میکنه که همه جامعه رو با هم بکشیم. خب الان اومدیم این جامعه رو کشیدیم، اومدیم توی میدون. عدالت شروع باید بشه الان. مصداق‌های عدالت. مصداق‌های عدالت خیلی راحت هست. هر انسانی این رو عموما اجرا میکنه. یعنی ما کسی رو نداریم که مثلا 2 تا زن بگیره بره پیش یکی دومی رو بذاره. شده بعضی اینجوری کردن. اینا کسایی هستن که دومی خودش رو ضایع کرده. ببین کسی که میاد اصلا چرا یکی از اسبابی که خیلی قوی هست باعث میشه که فرد تعدد ازدواج داشته باشه، چون که طبیعت مرد تنوع طلب هست. تنوع طلب یعنی چی؟ یعنی آقا اینو خواست بعد میره پیش گل دیگه، گل دیگه مثل زنبور هستن میره روی گل دیگه رو شهدشو گرفت میاد روی گل اول دیگه، نمیره روی گل دیگه بشینه همونجا. خب اگه میخواست بره روی گل دوم اونجا لنگر بندازه، خب ازدواج نمیکرد. اگه قرار بود با یک گل اکتفا بکنه نمیرد ازدواج دوم بکنه. این تنوع طلبیش باعث میشه که این فضا رونق پیدا میکنه. یعنی وقتی که کسی از یک گل میره روی گل دیگه، خب برمیگرده به روی این گل دیگه، اصلا این فضا به حرکت در میاد. فضایی هست که در اون روابط اجتماعی خیلی گسترش پیدا میکنه، در اون محبت ها و دوستی ها زیاد میشه. فقط یه مورد هست که موردی است که مردو به چالش میکشه. چه موردی؟ مورد ندونستن مرد طبیعت زن رو. زن غیرت خیلی شدیدی داره و این هم برمیگرده به خود زن، به طبیعت زن. چرا؟ چون که در طبیعت زن خداوند متعال این سیستم زن رو اینطوری آفریده که به یک مرد اکتفا میکنه. خودش در تصور زن این وجود نداره که یک قلب بیش از یک نفر توش جا بگیره و در تصور مرد این امکان نداره که در یک قلب یک تنها یک نفر جا بگیره، بیشتر از یکی اینجا جا میگیره. مرد فکر میکنه که زن مثل اون فکر میکنه. دعوا داره که چرا ایشون عصبانی هن؟ اما اگر بیاد با عینک زن نگاه کنه میبینه که عصبانیتش یعنی عشق. این فحشایی که داره میده و دعوایی که میکنه یعنی این عشق به زندگی داره. این زن باید هر یکی از این فحشاشو بوسه بزنه. خب وقتی که مرد بیاد افقش رو باز کنه، واقعیت رو نگاه کنه، با قضیه خیلی راحت کنار میاد. چون اینا غیرت دارن، غیرت باعث شده که بر علیه هم دیگه حرف بزنن. 2 تا گوششو میذاره شل میکنه، بزنید حرفاتونو. این میاد پچ میکنه بکنه، از این ور میندازه بیرون. اون میاد پچ میکنه، از این ور میندازه بیرون. قضیه حل شد به همین سادگی. مهم اینه که این مرد، ببینید شما رو کسی مجبور نکرد تو میدون فوتبال. بله. حالا که اومدید باید حریف رو هم در نظر بگیرید، داور رو هم در نظر بگیرید. من به شما میگم آقای سلیمانی، الان خطابتون کیه؟ مرده یا مرد؟ بله. آقای سلیمانی عزیز،
شما بازی فوتبال رو دیدین، یه داوره، بله. چقدر بازی کنن؟ 11 تیم و 11 تیم. بعد از نهایت بازی آیا دیدی کسی از اینها بره پیش داور بگه دست در نکنه خیلی زحمت کشیدی؟ نه. اونایی که برنده شدن میگن این پدر سوخته اگر با اونا چی نمی‌کرد اون پنالتی رو میگرفت ما به جای 7 گل 8 تا میزدیم. اونایی که باختن این داوره با اونا بود، خریده بودنش. در همه صورت داوره متهمه. پس شما یا آقا متهمی. خب اما شما باید افقت باز باشه. یعنی و خودت هم نباید بیاد ایراد بگیریم. ببینید زن اول یعنی چی؟ زن اول یعنی اینی که یه تاریخ با شما داره، قضایای نمیدونم با یه اشاره شما میفهمید که شما چی میخواید. اما اون چست و چابوکی و اون رسیدنی به شما رو نداره چون که مشغول بچه های خودته، مسئول بچه ها و خانواده خودته. خب زن دوم درسته، جست جدیدشو داره، چابوکی جدیدشو داره، اما در این حال دیگه شما باید 4 بار بگی تا دوزاریش جا بیفته. این دیگه با یک اشاره نمیفهمه. چرا؟ چون این جدیده. پس جدیدی این باید در نظرت باشه، نوبودنش در نظرت باشه، قدیمی اون هم باید در نظرت باشه. وقتی اینا رو ببینی نه از این ایراد میگیری پیش اون، نه از اون پیش این، و این یه نقطه خط قرمز میذاریم زیرش که هیچ مردی والا که اومدی تو میدان حق نداری عیبی از این به اون ببری یا از اون به این بیاری، به هیچ عنوان. اصلا اینا چون که با هم رقیبن احساس میکنن رقیبن، در واقع شریکن. بله. در شوهر شریکن، در یک اسم فامیلی شریکن، در فرزندان شریکن، بله. در آینده شریکن، در زندگی شریک هم دیگه. وقتی اینا همه در همه این موارد شریکن، رقابتشون چیه؟ رقابتشون روی اینه که فکر میکنن با همون دید خودشون که شوهر باید منو بیشتر دوست داشته باشه، که ما به اینا گفتیم که فکر نکن که شوهرت چون که میره مثلا یک زن دیگه گرفته شما رو دوست نداره. دقیقاً همون حالتی هست که شما چند تا فرزند دارید، همه فرزنداتو دوست داری. این قدرت رو خداوند اینجا به شما داده، همین قدرت عین اونو به شوهر داده. بله. خب الان این مرد حق نداره اینا رو مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چقدر همسران داشتن؟ 11 تا 9 تا لحظه وفات. خب این 9 تا همسر هیچ دوتاشون توی خونه نبودن. نه، هر کدوم یک اتاق برای خودشون جدا داشتن. هر کدومشون یه خونه مستقل داشتن. بله. شاید خونه حالا به تعبیر امروزی نباشه ولی خب یه اتاق مستقل داشتن. یعنی خونه مستقل داشتن. خونه میشه. اون موقع خونه حساب میشه. خونه بود. بله. حالا اسمشو بذار نمیدونم آپارتمان، اسمشو رو بذار. در یک فضا نبود. نه با هم نبودن. یعنی ما از سنت این هست که همسران از هم جدا باشن. کسی پول نداره چی؟ حالا یک حالت اضطراری هست، اورژانس. یک حالت اورژانس تحمل میشه. بله. و در این حالی که تحملش کردیم در پی چی هستیم؟ جدا کردن هستیم. این حق همسران هست. یعنی میفرمایید که توصیه میکنید که جدا باشن. این حقشون هست مطابق با سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. بله. خب الان اومد یک حالت اورژانسی بود، پول نداریم، وضع اقتصادیمون ایفا نمیکنه فلان. خب فعلا این رو تا مدتی تحمل میکنیم. الان خانواده‌ای هستن که حالت اورژانس پیش اومده، با هم هستن، شوهرشون میخواد جداشون میکنه، میگن نمیخوایم، ما با هم میخوایم زندگی کنیم. من خانواده‌ای رو سراغ دارم که شوهر امسال اومد حج. بله. امسال رفته بود حج. من گفتم بابا شما 2 تا ازدواج داری، حداقل یکی رو میآوردی. گفت والله پولم کفاف نکرد، یکی رو گفتم هر یکی از شما بیاید قرعه کشی میکنیم، امسال یکی، سال بعد قول میدم که دومی رو بعدش یا بدترش میریم. گفتن نه، ما هر 2 تا رو با هم میبری میاییم، نمیبری نمیاییم، هر 2 تا با هم. همین آقا الان رفته ترکیه
اونجا تجارت میکنه، مثلا کارش اونجاست. استانبول رفته دنبال 2 خونه، همسراش گفتن اگر یه خونه میگیری ما میاییم، نمیگیری خودت هم اونجا باش. ما دو تا خونه زندگی نمیکنیم، نمیتونیم دوری همدیگر رو تحمل کنیم. این یک حالتی هست. چی؟ یه حالتی هست که به هر حال افراد اینقدر درکشون بالا رفته که ما شریک همدیگه ایم، رقیب همدیگه نیستیم. اما به هر حال یک تنشی میتونه باشه، اینه که ما توصیه نمی کنیم که مثلا اینا رو با هم سفر ببرن یا سعی کنن که اینا با هم رفیق بشن. نه خیر، حداقل در سال اول اصلا ازشون نخواهم دیگه رو ببینم. مگه میشه؟ میشه. یعنی توی مرد باید این ظرفیت رو داشته باشیم. یعنی 2 سال در 1 سال در 2 تا خانم میتونن هم دیگر نبینن؟ نخواستن نبینن. خواستن قدمشون رو چشم، نخواستن نبینن. یعنی مرد اجبار نکنه که بگه خب من هنر دارم، نه اجبارشون کنه که با هم دیگه برن خیلی بشینن. مردم مجبورشون میکنم تو 1 ماه اول با هم زندگی بکنن. این نشان مردانگی این نشان من مردانگی دارم. نیست. این نشان مردانگی نیست، این نشان عدم حکمت هست. خب بذار اینها مرد جماعت جناب دکتر هر چی زور داشته باشه در برابر زن جماعت کلا فکر کنم اینجا دیگه نقطه ضعف مرد هم یکیه. واو، این نشانگر نقطه ضعف مرد نیست، هست دیگه. این بیانگری چه هست؟ بیانگری این لطافتی هست که خداوند متعال در این انسان گذاشته، در مرد. در مرد. شما تصور کنید، تصور کنید پادشاهایی به اون قلدری زناشون چقدر، این پادشاهی که با یک اشاره میزنه 100 تو گردن رو میزنن میندازن، در مقابل زن چی؟ به قول شما خیلی لطیفه. به قول شما خیلی لطیفه. اصلا یکی از علما بود، غالبا اعمش. بله. ایشون یک علم حدیث هستند. اینا شاگرداش اومدن اذیتش کردن، یه روزی یه چیزی شد و به هر حال عصبانی شد. اینو درباره امام ذهبی شنیدم. امام ذهبی هم شاید باشه. خب من یادم نیست اسمش، شاید هم باشه. به هر حال امام ذهبی یا هر کی بود از این محدثین شاگرداش اذیتش کردن، گفت که با خدا تو 1 ماه درس میدرس برید. اعصابش به هم خورد، خاطی کرد. بعد اینو رفتن پیش دوستاش که امام فلانی شما برید. اومدن که اینا بابا بچه کرده بودند و ببخشید و فلان. نه، اینا باید ادب بشن. بله. رفتن پیش این و اون و حاکم و محکوم و اینو، بابا 1 ماه ما علاف بشیم که نشد. 1 ماه ما چقدر درس یاد میگیریم. هر کی اومد گفت نه باید اینا گوشمالی داده بشن. آخرش راهی پیدا کردن، گفتن ها بریم پیش خانمش. وقتی رفتن پیش خانمش چشم من فردا کلاس شروعه. فردا هم طرف اومد سر کلاس اینا. بچه‌ها هم صداقت بیاید. قضیه اینجاست که مرد رو خداوند با هر چقدر شیر مزاج و سخت مزاج اینا باشه، خداوند متعال گذاشته در مقابل این جنس لطیف بیاد کنار بیاد. اینجاست که مرد که الان بیش از 1 خانم داره، این نباید اشک تمساح قلب اون رو به حرکت در بیاره. اشک تمساح کی؟ زنای دوم سوم؟ یک زنی که میاد مثلا خودش رو مظلوم نمایی میکنه، خب باش درد دل بکنه، حق با شماست. بعد از این که رفت، یعنی یک فضایی از چیزایی که پوچ هست اینا رو نباید شنید، نباید اهتمام داد. اینا با هم دیگه وقتی که مشکل پیدا میکنن ببینه که سبب مشکل چه هست. احیانا سبب مشکل به خاطر اون حرفی که من اونجا زدم، پس ملاحظه کنه دوباره از این اشتباهات نکنه. به خاطر اون هدیه‌ای که اونجا بردم، به خاطر اون لباسی که برای بچه فلانی گرفتم برای ایشون نگرفتم، پس این مسائل رو باید رعایت کنه. شما وقتی که خودت انتخاب کردی که این شما برای چه ازدواج مجدد کردی؟ شما نکنید که باز من بعد از برنامه جواب بدم. بگید اون کسی که ازدواج مجدد جرأت کرده و شمایی که در این عدالت دارید کوتاهی میکنید، خب که انشالله این مشکلتون حل خواهد شد. اول این مشکل شما قبل از من انشالله. شما مثل منید. نه بنده در تلاشم. تا وقتی نگرفتید مثل من. نه بنده در تلاشم واسه خودم و واسه شما هم. شما برای خودتون بگیرید بعد من انشالله بکشم میکنم.
ما مثل حضرت موسی هر روزش هم دعا میکنیم رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. الان اگه بیننده‌های عزیز میتونستن پیامشون رو بفرستن میگفتن بهتون چی میگن به شما؟ بله. در هر حالت این مسائل رو باید مراعات کرد. فهمید که زن وقتی که عصبانی هست در واقع اون غیرت و محبت و عشقی که به زندگی داره باعث شده که این عصبانیت به وجود بیاد. پس این رو باید تحملش کرد و دروغایی که زنها احیانا به خودشون اجازه میدن که در حق هم دیگه بگن، اینها رو دروغ تلقی نکنه، اینها رو بدجنسی تلقی نکنه، اینها رو برگرفته از یک چی ببینه؟ از یک غیرت کور که احیانا برخی ازش به خاطر تصرفات مرده که یه چیزی به اون گرفته به این نگرفته، یه چیزی برای میگیره. این غیرت کور رو باید بیناش کرد. تصور کنید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همیشه همسراش رو دوست داشت و ذکر خیر خوبی هاشون رو میکرد. حتی خدیجه که سالیان سال از وفاتش گذشته، حضرت عایشه صدیقه که عزیزترین همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست، میفرمایند که من از هیچی که از زنای پیامبر غیرتی نشدم مگر از خدیجه که اصلا ندیدنش سالیان سال قبل از من وفات کرده. حالا من تا حرفی میشد تا پیامبر چیزی رو از گوسفندی سر میبرن میفرستادن اینو ببرید پیش فلان خانمه، اینو از دوستای خدیجه بود. زمان خدیجه میومد خونه ما، ای خدیجه آخر من غیرتی شدم. گفتن که یه پیرزنی بود دیگه، خداوند از اون بهتر بهت داد. اینجا غیرت کور به حرکت در اومده. اینو اگر اجازه بدیم طرف مقابل روش باز میشه، یک پله جلوتر میاد. باید اینجا نگه داشت. خطرناک. و من نمیخوام که تو همین مسائل زنان بسیار قاطی بشم و اینجا خودم رو ضایع کنم. من اهداف دیگه در زندگیم دارم. خب اینجا بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن نه، خداوند بهتر از اون به من نداده. اون زنی بود که چنین کرد و چنین کرد و از خوبی‌های خدیجه بیان کرد، اون خوبی‌هایی که در توان هیچ یک از اینا زنای دیگه نبود که اینا رو انجام بدن. پس هر یک از اینا فهمید که حد و حدودش کجاست. احیانا اتفاقی بیفته که همه اینا به دعوای منافی همه رو باید سر جای خودش گذاشت. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یه ماه با همسراشون قهر کردن که بدونین زندگی این مسئله پوچ نیست. ما یه اهداف زیادی تو زندگی داریم. ما میخوایم فرزندامون رو تربیت کنیم، میخوایم آینده رو بسازیم، میخوایم در جامعه نقش داشته باشیم. و یک مورد بسیار حساسی که آقایون اگر مردش نیستن نه تو میدون. نگه داریم همینجا فیلمو. نگه ببینیم که این مردی که نباید بیاد تو میدون چی باید داشت، چی نداره که نباید بیاد تو میدون. ان شاءالله بعد از میان برنامه در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود. بعد از میان برنامه ان شاءالله با موضوع یک مرد و چند همسر و خواهران بزرگواری میدونم که به هر حال درباره صحبت‌ها این دفعه ان شاءالله موافقم، یعنی امیدوارم در این برنامه جناب دکتر داره حمایت میکنه از همه خواهران بزرگوار و طرف حساب مردان دیگه. ان شاءالله که خواهران در این برنامه زیاد دلخور نشده باشن ان شاءالله. و بعد از میان برنامه در خدمت شما خواهیم بود با ادامه موضوع برنامه ما یک مرد و چند همسر. همراه ما باشید. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني
بيتها أزكى من الريحان. هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان. هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان. وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني. نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني. في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني. نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني. هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان. هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان. وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. يا رب فاملأ بالمحبة بيتنا والود والإخلاص والإيمان. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران در خدمت شما هستیم. همچنان با ادامه موضوع برنامه امروزمان درباره یک مرد و چند همسر. جناب دکتر نکاتی رو اشاره فرمودن در قبل از میان برنامه بخش اول برنامه و با این تعبیر ما از شما اجازه گرفتیم برای تماشای میان برنامه از جناب دکتر که فرمودن اگر مردی این صفت رو ندارد در میدان چند همسری وارد نشود و من
اجازه خواستم تا میان برنامه ببینیم و برگردیم که این صفت چه صفتی است که اگر مردی ندارد در میدان چند همسری داخل نشه. جناب دکتر در خدمت شما است. با عرض سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز. ببینید دوست سلیمانی عزیز، هیچ کسی توی این ایرادی نداره و حرفی برای گفتن نداره که انسانی که بیش از یک همسر میگیره ایشون یک فردی هست که بر جامعه داره منت میذاره، یک فردی هست که فضلی داره و مکانتی داره و خداوند متعال یک محبت خاصی به ایشون داره و یک قدرت خاصی به ایشون داده و ایشون رو همیشه کسی که بیش از یک ازدواج میکنه یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال در این فرد پتانسیل قدرتی گذاشته که این فرد برای جامعه میخواد خدمت کنه، برای دیگران میخواد خدمت کنه، بیشتر از بار جامعه رو داره حمل میکنه. الان این فرد باید نمونه باشه، باید الگو باشه. الگو بودن و نمونه بودن کار آسونی نیست. حتی پیامبران خدا دعا میکردن که ربنا لا تجعلنا فتنة للذین ظلموا، ربنا لا حضرت ابراهیم علیه السلام ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، حضرت موسی للذین ظلموا. یعنی چی؟ یعنی پروردگارا نشه که من کاری بکنم که کافرا یا ظالما وقتی منو میبینن از دین و مرامی که من الگوش هستم زده بشن. خیلی حرفه. نمونه بد، نمونه بد. نمونه خوب به همه میگه که مثل من باشید. مثلا دعا میکنیم ربنا واجعلنا للمتقین اماما، اصلا پیشوای متقین. در مسائل تربیتی هیچ وقت ما نمیداریم که مردم رو بگید که خوب باشن. چقدر انسانها صدای پیامبر رو شنیدند و ایمان آوردن. بیشتر افرادی که ایمان آوردن خود پیامبر رو دیدن، رفتار پیامبر رو دیدن، ایمان آوردن. رفتار انسان خیلی مهمتر از گفتار انسانه. نگو، انجام بده. خود به خود حرف میزنی. الان امروزه در مباحث مدیریتی جامعه میگن آقا سمپل باش، الگو باش، خودت انجام بده تو دیگران بیان جلو. الان شما اومدید یک جامعه رو میخواید یک کار خوب بکنید، خیلی از افراد رو شیطان تحریک میکنه که شما رو به هم بریزن. چرا؟ چون که تعدد ازدواج یعنی خیلی از مشکلات جامعه رو بر میداره، خیلی از راههای فساد رو میبنده، یعنی خیلی از کارهای بازار شیطان رو کساد میکنه. شیطان هم اجازه نمیده. میبینید وقتی یک کسی که ازدواج مجدد کرد تو یک منطقه‌ای، تو یک کوچه‌ای، ببینید که شیطان چقدر این مردم و این ور اونور کوکشون میکنه که اینا اصلا نه سر پیازن نه ته پیاز. چه دروغایی که درست میکنند از رابطه این، از چیزایی میگن به خصوص خانوما. خب یه چیزایی میگن که شما میمونید این مسائل ریز و درشت خانوادگی چطور به شما رسید؟ همش چی؟ دروغ بافی. چرا؟ چون شیطان کوکشون میکنه. چرا؟ چون نمیخوان که یک الگوی درست عرضه بشه. الان شما میدونید که همه شیاطین در حرکتن. شما باید 100 برابر تلاش کنید تا یک الگوی درست بدی. اگر الگوی بد دادی یا مردانگیشو نداری تو گود نیا. این الگوی درست چه ویژگی‌هایی داره؟ الگوی درست ببین اولین ویژگیش میمونه پیش زن اول. شما در واقع با ازدواج دوم شما اومدید از دیدگاه زن اول باید نگاه کنید. شما اومدید پادشاهی این زن رو به هم زدید. این برای خودش ملکه بود. یه خانه‌ای داشت، زندگی داشت، عشقش بود. دقیق بورد براش. الان شما اومدید یک خنجر برداشتید، احساسات ایشون رو جریحه دار کردید. در تصور ایشون واقعیت چیزی دیگه است. واقعیت اینه که شما برای ایشون یک شریک زندگی آوردی، شما برای ایشون یک خواهر آوردی، باید افتخار میکرد. اما از دید ایشون اینطور نیست. شما باید این غیرت ایشون رو ارج بینید. چه کار باید بکنید؟ باید چقدر بهش
محبت میکردید، چون اون وقتی که محبت اول بود شما اصلا مسئله عدالت برات تعریف شده نبود، یک نفر بود، یه نفر بود، ما بالا همین. اما الان دین گوشت رو گرفته، عدالت بکن. به خاطر اینی که ابراز عدالت کنید باید بیشتر بهش برسید و عموما این اتفاق میفته. عموما ازدواج‌های ارزشی همیشه، حتی پژوهش‌های علمی اخیری که در بریتانیا شده میگه که بیشترین کسی که از تعدد ازدواج فایده میبره زن اول هست، چون که بیشتر محبت میدینه، تازه رفرش میشه زندگیش. بعد این مرد اصلا دفعه پیش گفتیم که ما اصلا یک چی داریم، یک مثال عامیانه داریم که هوو رو خوشگل میکنه، جاری رو کدبانو. خب این باعث میشه که خود زن یک قدرت هایی که درش بود رو تازه کشف بکنه، سعی میکنه بیشتر خودش رو نشون بده، بیشتر محبت بکنه. بعد خود مرد چون که میفهمه که یک کاری کرده که یه دلشکستگی برای عشق اولش پیش اومده، میخواد که بیشتر پانسمان کنه. خب و یه مورد دیگه پیش میاد، میبینه که من تصور میکردم که زنهای همه مثل همن، تازه فهمیدم که نه، هر گلی بوی خودشو داره. درسته که این یک ویژگی‌هایی داره، اما زن اولم یک ویژگی‌های خاصی داشت که تو این نیست. واسه همینه که ممنوعه، یک خط قرمز که هیچ مردی حق نداره زنها رو با هم دیگه مقارنه بکنه، مقایسهشون بکنه که این بهتره اون بهتره. خب یعنی هیچ وقت مرد وقتی بگه کدوم زنت بهتره میمونه خودش. این در 1 2 3 ویژگی‌هایی داره که این نداره، اما این در مقابل 5 6 تا ویژگی داره که این نداره. باز هر گلی بوی خودش رو داره. خب واسه همین که اگه یاد باشین که از خانمون این رو ایراد گرفته بود از حسادت، که وقتی گفتیم یک قند بندازیم توی چای چی میشه؟ شیرین میشه. 2 تا بندازیم قند آب میشه، شیرین تر میشه. 3 تا بندازیم شیرین تر میشه. 4 تا بندازیم عسل میشه. زندگی اینطوری است. هر 4 تا قندی که شما فرستادید بکنیم 4 تا فوش هم ما شما شنیدیم الان پشت دوربین. برعکس من احساس میکنم الان خیلی از بینندگان از اینجوری کردن، گفتن که قربون همین دهنت که چه مردا خانم‌هایی که نه استاد سلیمانی عزیز، قلبی که زن داره هیچ که نداره. من در این با شما کاملا موافقم، چون مادره، چون توانایی مادر شدن داره. این زنی که توانایی این قلبی که قرار مادر بشه، این قلبی که قلب یک مادره، طبیعتا هیچ چیزی، هیچ مردی قلبو نداره. مادر نشه استاد سلیمانی عزیز، ولی که مادر نشه ولی خب قرار مادر بشه. ببین چه هست، این زن همون زنی هست که الان شما با مادر چقدر فاصله دارید؟ چند هزار کیلومتر. امروز سر درد بگیره، مادر اونجا احساس میکنه که بچه‌م امروز یه چیزیش هست. بارها شده من برام یه کوچکترین اتفاقی افتاده، مادرم زنگ زده که خواب دیدم. من خدا رحمت کنه مادرم، تلفن میکردم به خونه، مادر به خواهر برادرم میگفت برید که شاید برادرتون باشه. خب صدای تلفن همون صدای تلفن به نظر ما اجد ریح یوسف لولا ان تفندوا، یعنی حضرت پدر مادر اینطوری هست، اما مادر پیراهن احساس میکنه. پدر اگر بوی پیراهن رو احساس میکنه، مادر یوسف اگر زنده می بود چی میگفت؟ مادر یوسف اگر زنده می بود مشامش میگفت که پسرم پادشاه مصر. خب پس مادر یه قلبی داره. همین زن درسته که این غیرت رو داره در مقابل این. همین زن وقتی میشنوه یه بیوه‌ای تو منطقه هست، همین زن وقتی میشنوه یه دختری مونده‌ای هست، اشکش میریزه. خب میاد پیش شوهرش میگه که فلانی براش شوهری پیدا کن. درسته که نمیخواد که شوهرش اونو بگیره، و خیلی از زنهایی رو من میشناسم، یکی از همکارای عزیز ما و یکی از دعوتگران موفق، خب که اجازه نمیدم شاید خوششون نیاد من اسمشو بگیرم، همسایه‌شون یک پزشک استرالیایی بود، تازه مسلمون، تو منطقه برای خدمت اومده بود، خدمت به مهاجرین و اینا. همسرش مجبورش کرد که این پزشک اینجا اومده برای خدمت و تنهاست، این نیاز به بالا سر داره، برو ازدواج کن باشه.
این سخته نه؟ واقعا دل میخواد. اما این زنه که این دلو داره. پس زن رو هیچ وقت مرد نخواهد فهمید. زن یک فضایی از محبت، خودگذشتگی، ایثار. توی خانواده استاد سلیمانی تصور کن که 10 تا بچه و مادر پدر هستن، همه‌شون سرما خوردن. کیه که این خانواده میشه؟ همه زیر لحاف رفتن استراحت میکنن. همین مادری که از همه مریض‌تره براشون غذا درست میکنه، بهشون میرسه، پرستاریشون میکنه، همه رو داره جمع میکنه، درد همه رو میگه. پس این زن این قدرت رو داره، این توانمندی و این پتانسیل قدرت توش هست. این رو باید قدر دونست، این رو نباید شکست. درسته که این مثلا به خاطر اینی که احساس میکنه که یک زندگیش داره به هم میخوره، دعوایی میکنه، سختی میگیره. این سختی و دعواش رو باید از این زاویه دید. خب در این حال باید مراعاتش کرد. یکی از مراعات اینه که مثلا در قضایایی تا حد امکان اون قضایی که بهش میگیم عدالت، این اجاره بشه. ببینید خداوند متعال از ما خواست عدالت، حتی نخواست عدالت. به ما گفتن که عدالت امکان پذیر نیست. خب اما اگر شما رو خودت اعتماد نداری، به همون یکی کفایت کن. حالا که شما کفایت کردی، ببین در قضیه عدالت گفتن، نگفتن مساوات، نگفتن برابری. پس چیزی به نام برابری وجود نداره. برابری چرا وجود نداره، مساوات وجود نداره؟ چون که نیازها فرق میکنه. این یه زن است با 5 تا بچه، این یه زن جدید هست، نیاز این خونه کمتر از نیاز این خونه است. طبیعتا این یه زن جدید هست، درسته، اما یه بیماری های خاص خودش رو داره. این پس نیازش بیشتر از اون نیاز هست. مسائل اجتماعی، این یه زن جدید هست اما مادر بزرگ و پدر بزرگ و مادر و پدرش هم رو داره بهشون میرسه. و منی که اومدم ازدواج کردم، هدفم اصلا رعایت این خانواده، رسیدن به این خانواده، حمایت از این خانواده بود. پس این نیازهای خودش رو داره. اینجا مساوات معنا نداره. چیزی که هست عدالت هست. عدالت در چی هست؟ عدالت اینه که مثلا همونطور که به این میرسی به این برسی، همونطوری که پیش این خانومت میری پیش این خانومت میری. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم هر روز به همه خانم‌هاش سر میزدن، در نهایت میرفتن پیش کدوم خانومشون؟ اون که نوبتش بود. اگر میخواستن پیش کسی برن که نوبتش نیست، اجازه میگرفتن. ام المؤمنین عایشه صدیقه میفرمایند که از من که اجازه میگرفتم، من اجازه نمیدادم. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بیمار هستن. استاد سلیمانی عزیز بیمارن، افتاده. هر شب کجاست؟ در یه خونه. یعنی مریض رو از یه خونه به خونه دیگه دارن منتقل میکنن. تا خود همسران دیدن که این باعث مشقت پیامبر هست. خب اومدن که یا رسول الله شما چرا تو خونه عایشه نمیمونید، ما میاییم اونجا. اما مراعات کردن، حتی در ایام بیماری این رو مراعات میکردن. خیلی حرفه. یعنی اینی که شما در اون چیز ظاهری فقط اون رو مراعات کنید چون که چشمای همه به این هست و شما یه الگو هستی، مردم به شما نگاه میکنن و مردم دارن از شما درس میگیرن، الگو برداری میکنن. اما یه مسائل دیگه ای هست که اختیار تو نیست. خود پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم میفرمودن اللهم ان هذا قسمی فيما املك فلا تؤاخذني فيما لا املك. بار الهی این در اون چیزی که من در توانم هست، توانم هست این کارو میکنم، اما اون چیزی که در توان من نیست دیگه در اختیار من نیست. میلان قلب همیشه مرد به کدوم زنش بیشتر پیش میره؟ این رو برای همه خانم‌ها بگم. مرد دنبال زن خوشگلترش نخواهد رفت، دنبال زن نمیدونم با آشپزیش بهتر باشه نمیره، دنبال زن پولدارترش نمیره، دنبال زن چست و چابک بودنش نمیره، دنبال اون زنی میره قلبش به اون زنی تمایل پیدا میکنه که خوش رفتارتر هست، محبوبتر هست، میتونه دوست داشتنی تر هست. این دوست داشتنی همیشه
از فرد میاد، با زدن دیگران نمیاد. تویی که بخوای دیگران رو ترور کنی، فکر کنی که اونا رو بدی اونا رو گفتی، شوهر تو رو بیشتر دوست داشته باشی، خیلی پرتی. جناب دکتر، یک پرانتز یا از طرف یکی از بینندگان عزیز اگر بخوام این حرف رو بزنم، اعتراض نسبت به صحبت شما. میفرمایید که مرد زن دوم گرفته. اینطوری نیست که زن دوم رو چون خوشگل‌تره بیشتر دوست نداره. خیلی راحت صحبت کن. بله. اما واقعیت بعضی جاها مشاهده میشه که خب اینطوری هست. یعنی مرد خانم دوم رو چون زیباتره بیشتر میخواد، گرچه شاید شخصیتش نسبت به خانم اول ضعیف‌تره، یعنی حتی اخلاقش شاید خوش اخلاق‌تر هم نیست، ولی خب مرد داره میره. این مرد داره شما چی میگه؟ این آیا یک قاعده کلی است که شما میفرمایید هر مردی که چند تا همسر داره اون همسری رو بیشتر دوست داره که خوش رفتارتره؟ احیانا خانم اولش خوش رفتارتره، خانم اولش با شخصیت تر هم هست، و اما میبینیم که در رفتار با خانم دوم یا سوم یا اگر خانم چهارمی حتی داره، اینگونه نیست که چون اولی خوش رفتارتره، خوش اخلاقتره، با وجود اینکه سابقه زندگی باش بیشتره، خاطرات باش بیشتره، شناخت بیشتری هست، این ارتباط باشه، ولی رفته سراغ دومی، سومی یا چهارمی یا شاید برعکسش. چه میگی درباره این آدما؟ امکان نداره. هست. امکان نداره. امکان نداره. بله. داریم میبینیم. نه. دومی رو به خاطر خوشگلیش میگیره. خب. سومی رو به خاطر خوشگلیش میگیره. چهارمی رو به خاطر خوشگلی و پولدار بودنش میگیره. به خاطر اون صفات و ویژگی‌هایی که داره میگیره. خب. این حکایت گرفتن کلش عمرش چقدره؟ 1 ماه 2 ماه 3 ماه بس. بعد از 1 ماه 2 ماه 3 ماه اون خوشگلی که اون رو جذب کرده بود عادی میشه. خب دیگه الان اون زیبایی که تصور میکرد نه، زیبایی الان در چیه؟ در شخصیته. اما چه اتفاقی میفته که طرف رو میبینی که همیشه مثلا پیش زنه دومش هست چون خوشگلتره، جوانتره. این دید ماست. یعنی چی؟ ما فکر میکنیم این دلیل اونجاست. ما این تو فکر میکنیم. وقتی بریم زیر پوست این خانواده میبینیم که زن اول خودش داره لگد میزنه این مرد رو، میگه برو اونجا. چطوری؟ وقتی میاد اینجا پیش زن اولش، دیگه به جای اینکه محبت و عشق ببینه که اینجا باید الان سبز میشد، همون غیرت چشم این زن رو گرفته تا میاد اینجا غرغر و نقنق و بدی و نمیدونم بدی و اونو گرفتن و اینجور چیزا رو میبینه. این خسته میکنه مردش رو. مرد از این چیزا خوشش نمیاد. اصولا مرد از اینی که بیایی شما کسی دیگه رو پیشش ترور کنی اصلا متنفره. یه بار من میام یه آقایی مثلا شما باش خوب نیستی، یه بدیش رو گفتم، یه بار تحمل میکنی چون که مطابق با میل خودت هست، برداشت شماست، قرائت شماست، شما هم بدت میاد. یه بار تحمل کن، بار دوم سوم بعداً از من متنفر میشی که بابا حرف مفید نداره. اینه که هر زنی که سعی بکنه دیگری رو طرد کنه خودش طرد میشه. چرا؟ چون این مرد، طبیعت مرد چنین هست. طبیعت مرد آرامش میخواد، راحتی میخواد. وقتی ببینه اینجا حس آرامش و راحتیش بیشتره اینجا میاد، طبیعه. خب وقتی میبینه نه اینجا هم آرامش و راحتی هست، اینجا هم هست، اصلا در بین اینها رقابت در کسب اون، خب خودش اصلا خود به خود اتومات این خودش به سوی عدالت میره. اون زنی که میناله که شوهرم به من نمیرسه، میگیم که آینه رو بردار ببین که مشکل خودت کجاست. مشکل تو خودته. مگه این شوهر تو نبود؟ نتونستی نگهش داری. الان کسی دیگه اومده، حالا به چه سببی اومده برای ما مهم نیست. بذار تو در رقابت با زن دوم نیستی، در رقابت با خودت هستی. چون وقت ما داره به پایان میرسه، به قول دادیم برای بینندگان عزیز وقت بیشتر بدیم، اجازه بدید من چند تا سوال در قالب چند تا سوال برخی از موضوعات مرتبط به برنامه امروز بپرسم و بقیه سوال بینندگان عزیز. درباره تقسیم بندی روزهای آخر هفته، روزهای عید و تعطیلات رو آقا چطوری تقسیم بندی بکنه که با خانواش مشکل پیدا نکنه؟ خیلی راحت. این مسائل رو نباید مشکل گرفت. یه چیز رو قرعه کشی. این هفته قرعه کشی کجا باشه؟ هفته اول.
خب این جمعه اینجا، جمعه بعدی اونجا، نوبت بذاره. این سفر خب این خانم رو میبرم، اون سفر اون خانم رو میبرم. خب این عید با این خانم نصف روز بعد از صبح تا ظهر با این خانم، با دید و بازدیدای این روز بعدش یا بعد از ظهر همون روز با اتفاق. خب اتفاق چطور میشه؟ یکی اینه که با گفتمان ما باید یک مشکلی، یک قضیه‌ای که باید در هر خانواده‌ای باشه صراحت. خب با صراحت قضایا حل میشه. صراحت کارآمد نبود، خب با قرعه کشی. امروز روز اول عید با این خانواده، روز دوم با اون خانواده. این عید یه عید جلو هم هست، عید جلو برعکسش میکنیم. این مسائل خیلی ساده است، اینا رو نباید بزرگش کرد. آقایی که رعایت نمیکنه در موضوع عدالت یا تقسیم اوقات و مشهوده 3-4 روز اونجاست، نصف روز میاد اینجا، خسته دوباره میره اونجا، خانم وظیفش چیه؟ اون خانمی که مورد بیمهری قرار گرفته، احیانا خانم دوم اینطوری میشه یا سوم، حتی نه تنها فقط خانم اول. این رفتار این خانم با شوهرش چطور باید باشه که بتونه اصلاحش بکنه یا یک جوری که بدتر نشه وضعیت؟ اولا این مورد عموما برای خانم‌های دوم و سوم پیش میاد. در ابتدای ازدواج مرد، بیشتر مردی که افق کوتاهی داره، درایتش کامل نیست، این عموما با زن اول و دومش بیشتر میره، بعد از 1 سال 2 سال برمیگرده به زن اولش، زن دوم مسئول. 1 سال زن اول گریه میکنه، بعدش تا آخر عمر زن دومه که گریه میکنه. خب این انسان نامتعادلی هست. واسه همین هم روز قیامت نامتعادله. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند این فردی که چون این ظلم میکنه روز قیامت از قبرش میاد در حالی که یک پهلوش آویزونه، نامعادله. فلج شده انگار. فلجه، چون که اینجا رو زندگی رو فلج کرده. خب این یک انسانی که باید ساخته بشه. الان اینجا یه موردی هست که زنها خودشون میتونن این رو بسازن. اون زنی که احساس میکنه قابل به اصطلاح مورد بیمهری قرار گرفته، بهش میگیم که خانم عزیز بیا دوست داشتنی باش تا دوست داشته باشه. خب این سعی خودش رو میکنه. اگر دید نه این زن دوست داشتنی هست، شوهر هم میخواد که این عدالت رو رعایت کنه، اما یه موانعی هست، زن دوم مثلا قلدرتره یا میترسوندش یا خب اینجاست که این مرد رو باید نصیحتش کرد. نصیحت کارآمد نداشت، اون وقت در مقابلش چیکار کرد؟ صبر کرد. خب صبر مفتاح فرج هست. یه مدتی میگذره یا درست میشه یا به همین صورت میره و این فرد به هر حال یک آزمایش الهی است. ازدواج عموما آزمایش الهی است. ازدواج اول آزمایشه، ازدواج دوم و سوم آزمایشه، زندگی کلش آزمایشه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان تو همیشه در مشقت و کار و فعالیت و سختی هستی. مسیر زندگی اینطوریه. طبیعت زندگی. طبیعت همون انسانی که شما فکر میکنید شاهزاده است و در ناز و نعمت زندگی کنه، برو ازش بپرس وضع حالش چی. هر کسی در محیط خودش احساس میکنه که بهش سخت میگذره، نمیدونم فلان. این سعادت و خوشبختی از داخل فرد میاد، هیچ چیزی از بیرون اونو نمیسازه. اینه که فرد وقتی شما میبینید که شوهرت به شما کم مهرتر هست، اول خودت رو دوست داشتنی کن تا میتونی، در عین حالت از وقتت استفاده کن، بدون که شوهر همه چیز زندگی نیست، جزئی از زندگی هست و سعادت رو خودت میسازی با رابطت با خودت، نه با رابطت با شوهر. یک تصوری که در موضوع بحث ازدواج دوم و سوم وجود داره برای خیلی از ماها اینه که فکر میکنیم کسی که زن دوم شده یا زن سوم و چهارم شده بنابر یک اجباری است، حالا یا مطلقه است یا بیوه است یا خواستگار نداشته یا مجبورش کردن یا آیا در ازدواج دوم و سوم برای خانم هایی که مخصوصا حالا ازدواج هم نکرده، دختر خانمی است که میتونه خواستگار دیگه هم داره، چه مزایایی میتونه داشته باشه؟ مثلا دختر خانمی که میره ازدواج میکنه با کسی که ازدواج کرده قبلا، در حالی که میتونه بره با کسی ازدواج بکنه که خانمی نداره. آیا ازدواج با متأهل ها، کسای مردایی که همسر دارن، در اون مزایایی هم هست که دختر خانمی شد مثلا انا خواستگاری داره که ازدواج نکرده و خواستگاری داره که خانم داره؟ از بین این دوتا اگر بخواد بسنجه آیا
اون کسی که ازدواج کرده و خانم داره در اون مزایایی هم وجود داره اصلا که فکر بکنه در این باب؟ ببینید دوستان سلیمانی عزیز، چون ما با دید مردانه نگاه میکنیم تعجب میکنیم از چی؟ از اینی که یک دختری میره با یک زن متأهل، با یک مرد متأهل ازدواج میکنه. چرا؟ چون که تصور مرد از ازدواج تصور شهوانی است، جسمی است. بله. تصور زن از ازدواج یا هدف زن از ازدواج استقرار و ایجاد امنیت و خانواده است. برای همین الان آمار دخترایی که به طرف آقایون متأهل تمایل پیدا میکنن روز به روز بالا میره. چرا؟ چون که مرد امروزی، جوون امروزی از مسئولیت فرار میکنه. جوون امروزی فضای فساد براش مهیاست. خب خیلی فاسد شدن. جوون امروزی خیلی یک نمونه بدی رو به جامعه داده بر آمار بالای طلاق. اینجاست که دخترها و خانم‌ها به طرف متأهلین میرن. چرا؟ چون که ریسکش کمتره. این فرد تجربه شده است، این میتونه یک زندگی رو داره بهترین وضع اداره میکنه، پس یک زندگی دیگه رو هم میتونه اداره کنه. دوم اینه که این ریسک آیندهش هم کمتره. این فرد الان وقتی که میبینی که این موفق هست در یک زندگی، اخلاقش تجربه شده، دیانتش تجربه شده، عدالتش تجربه شده، همه ایناش تجربه شده، طرف میاد یه چیزی که تجربه شده رو عموماً بیشتر طرف میاد انتخاب میکنه. شما یک لیمونی خریدید، چند وقت استفادهش میکنید، من میدونم که این درسته، من میرم مثل همونو میخرم. خب شاید بهتر و زیباترش باشه اما تجربه نشده. و یه مورد اینی که این زن احساس میکنه این زیبایی من حکایت چند سال هست حد اکثرش. بعدش چی؟ بعدش اینه که من شاید طرد بشم وقتی که این زیباییم رو از دست دادم، این شاید شوهرم منو رهام کنه. اما نه، شوهر چون که یک میدان دیگه ای داره، تعددی وجود داره، اینجا تنوعی وجود داره، تحمل خواهد کرد. در ثانی در وقتی که مثلا زن نگاه میکنه یه دختر، میبینه که یک مشکلاتی حادی امروز هست. ما اومدیم روی مبحث طلاق عاطفی حرف زدیم، اومدیم روی بحران میانسالی حرف زدیم. بحران میانسالی و قضیه طلاق عاطفی به طور عموم در خانواده هایی که توش تعدد هست منتفی است، به وجود نمیاد، چون که نیازش پیش نمیاد. اینه که دخترها به خصوص دخترهای تحصیل کرده بیشتر تمایل دارن با متأهلین ازدواج کنند. یه مورد دیگه هم هست استاد سلیمانی عزیز و این یه توصیه هست به تمام خانم‌های شاغل، پزشک، معلم، شاغله، که اگر میخوان در زندگیشون موفق باشن و زندگیشون رو تا آخر خط داشته باشن، بهترین راهش این است که برای همسرشون یک زن مناسب پیدا کنن. و تعجب میکنید اگر به شما بگم در نیجریه و در سوریه که بیخ گوش ماست، در اکثر مناطق رسم بر این است که زن اول بعد از 6 ماه برای شوهرش یه زن دیگه میگیره. چرا؟ چون که اولا که رسم شده و رسم بر مبنای یک نیاز فطری اومده. جامعه است. دوما تو اون جامعه زنی که برای شوهر، یک مردی که یک زن داره، اون رو آدم بی عرضه حساب میکنن. خب واسه همین دیگه زن نمیخواد که هر جا که میره طعنه بهش بزنن که شوهرش بی عرضه است. تابعیت نمیدن به غیر خودشون؟ چرا؟ تابعیت نیجری بگیره مردی چیزی بره نیجری هم میدن، سوریه هم میدن. خیلی مردا شاید دوست داشته باشن برن نیجریه، تابعیت نیجریه‌ای بگیرن. سوریه نزدیک‌تره. جنگه اونجا، نیجریه فکر کنم. خب مهاجرای سوریه هم زیادن. تو کامپا و تو ترکیه و تو کشورهای مختلف که رسیدن. خب این خیلی مهم است. و یه چیز دیگه هم که هست، این رسم بر مبنای چی اومده؟ در این جوامعی که همچنین مواردی هست، درصد طلاق بسیار پایینه. نیازی نیست. چرا درصد طلاق پایینه؟ چون که تحمل طرف اگر از زنش هم خوشش نیاد دیگه نیازی نمیبینه که طلاقش بده تا بره یه زن دیگه بگیره.
بله. خب زن دیگه رو داره و اینجا سعی میکنه که همین قطار رو به پیش ببره و میدونه که همیشه زندگی بر مبنای عشق و محبت پیش نمیره، احیانا بر مبنای مروت پیش میره و مبنای مردانگی پیش میره. ممنون از شما جناب دکتر. اجازه بدید سوال‌های دیگری هم از بینندگان داشته باشیم. بیننده محترم فرمودن سلام علیکم. علیکم السلام. فرمودن شوهر خانم 6 ساله که بیکاره، آیا دعایی هست که به خونه مشکلش حل بشه؟ و بدهکار هم هست، هر کارم میکنن که سر کار نمیره، صبح تا شب تو خونه نشسته قرآن میخونه. اولا این آقا داره خودشو گول میزنه. این قرآن خوندن هیچ دردی رو براش دوا نمیکنه. قرآنی که اون رو میگه برو حرکت کن، وقتی حرکت نمیکنه چه فایده داره؟ این قرآن مگر بر کی نازل شد؟ بر پیامبرانی که قرآن درش حکایت پیامبران هست. همه پیامبران رو میبینیم، این نجاره، اون آهنگره، این همشون کار میکردن. لیس للانسان الا ما سعی. لیس للانسان الا ما سعی. و سعیه سوف یری. این سعی و تلاش شماست که نتیجه میده. خب شما برو بیرون، بله، دروازه‌های کسب روزی تقوا و استغفار زیاد و تقوا و استغفاری که توش حرکت باشه. برو همون شعری که تو کوچیکی به ما یاد میدن، برو شیر درنده باشه ای دغل، نباشه اون روباه شر. تو اومدی مثل روباه شر قرآن رو که باورش نداری رو میخونی. اگه باورش میداشتی این قرآن شما رو به حرکت در می آورد. اگه میفهمیدیش. پس این قضیه که میشینه تو خونه این راه حل نیست. بره دنبال کار، چون که زن و بچه و خانواده داره، هدفش رسیدن و برطرف کردن نیاز این خانواده هست. خداوند متعال جلوی روش 1000 تا راه رو پیدا میکنه. بیننده دیگری فرمودن که سلام، خسته نباشید، سلامت باشید. 1 سالی است که مشکلی برایم پیش اومده، منو خیلی آزار میده. خواستم بگم منو راهنمایی کنید و این چطور این مشکلم حل میشه. خانمم زمان بارداری لکه بر صورتش میفته و منو ناراحت میکنه. واقعیتش منم حساسم، دست خودم هم نیست. این جریان منو نگران میکنه. ممنونم اگر منو راهنمایی کنید. برادر عزیز، الحمدلله که ما با شما فاصله داریم و الا یک برخورد شدید با شما میکنیم. یک سیلی میزدید بهشون؟ حقشونه که سیلی بخورن. چرا؟ استاد سلیمانی نمیدونه. خب بیچاره. نه داره طلبکارانه حرف میزنه. چیش طلبکارانه؟ که چی آقا روی صورت همسرم لکه میاد چون که واسه من بچه میاره. چون بچه من تو شکمش داره. چون که بچه من، این بچه شما چی میخواد؟ این بچه شما که انسان یک داره ساخته میشه. این بچه شما آهن میخواد، کلسیوم میخواد، همه اون بنای این خانم رو داره میخوره. شما باید الان مایه بذاری مردونه همه نیازهای این زن رو برآورده کنی. زنهایی هستند که به خاطر بچه دار شدن دندوناشون میفته، موی سرشون میفته، لکه هایی توی چرا اینا اون کمبودی هست که کمبود نیازهای ویتامین هایی هست که براش پیش میاد. شما باید این رو با غذاهای مقوی، با به صورتهای مختلف باید بهش برسونید. این زن نیاز داره که هر روزی حداقل نیم لیتر شیر بخوره، حداقلش نیم لیتر شیر باید بخوره. این شما براش برآورد کردی؟ این لکه افتادن یعنی چی؟ یعنی یک کمبوده های اون بچه شما داره از این زن ارتزاق میکنه. شما باید این رو تامینش کنید. الان من حساسیت دارم. بی خود کردی حساسیت داری ببرش پیش پزشکی، 4 تا کرم بگیر و قضیه حل میشه. یعنی اینی که بیای طلبکارانه حرف بزنی خیلی بده. آقا شما بدهکاری، طلبکار نیستی. الان بیا پیش زنت، دستشو ببوس، معذرت خواهی کن، بگو به خاطر کوتاهی های من چهره زیبای شما الان لکه پیدا کرده، من قربون همین لکه چهرت میرم و اینو انشالله مردم رو حلش میکنم. من خطاب به این برادر بگم بالاخره واقعا دیگه دفاعی نگذاشتید برای من دفاع کنم ازتون و بچه شما تو شکم خانم شماست و بعد گره دارید. انشالله که نمیدونستن تکرار نمیکنن، این مسئله رو حل میکنن، میرن و نیازهای خانمشون رو برآورده میکنن. ممنونم. در فیسبوک بیننده دیگری نوشتن که امان از شوهر مشترک
چی میگید بهشون؟ یعنی چی امان از شوهر مشترک؟ معلومه دیگه خانومیه که ایشون شوهرش زن دیگه هم داره، خودش میگه امان از اگر دست شوهر مشترک. شوهر شما اگر شوهر شما چرا همچین حرفی میزنه؟ چرا مشکل کجاست؟ مشکل این دید این خانم هست. اینو من اصلا براش مشکلی ندارم. یعنی اینی که یک خانمی بیاد و ناراحت بشه این بیانگر محبتی هست که به زندگیش داره. اما وقتی که این اتفاق افتاد، من نمیگم که مثلا شما برو شوهرتو مجبور کن که یک زن دیگه بگیر، اما اگر این اتفاق افتاد شما بین دو راه هستی. یا طلاق میگیری و چون طلاق گرفتی و یک زندگی رو داغون کردی، دو تا فامیل رو از هم جدا کردی، وصله هم بودن اینها رو جدا کردی بدون هیچ سببی، روز قیامت هم بوی بهشت رو هم به مشامت نخواهد اومد، چون که شما در فساد جامعه دست داشتید. خب اگر مورد دوم، راه دوم اینه که صبر کنی و این واقعیتی رو که پیش اومده مدیریت کنی. خداوند متعال به شما یک خواهر دیگه داده، بیا همراه با این خواهر دیگت به جای اینه که شما 2 نفره یک زندگی رو میچرخوندین اینجا 3 نفر شدید. بیایید زندگی رو بچرخونید با به جای اینی که شما زحمت بکشی فقط 5 تا بچه بیاری، الان یک خواهر دیگه داری بعد 5 تا بچه دیگه میاره. یک خانواده با 10 تا فرزند رو شما میتونید ازش یک کشور رو مدیریت کنید، یه جامعه رو بسازید، یه آینده ای رو برای خودتون بسازید که دیگه باعث افتخار همه باشید. تو چه میدونی فردا همون فرزندی که از اون خواهرت واسط میاد اینه که شما رو جمع میکنه. پس این فرصته، یه فرصت طلایی خداوند برای شما پیش آورده، این رو به بهترین وجه مدیریتش کن به جای اینکه بیایی بنالی. ممنون از شما. برادرمون ابو مرجان در فیسبوک نوشتن محتوای صحبتشون این است که الله تعالی اجازه داده که انسان 4 تا زن بگیره بر شرط عدالت و آیه شریفه رو اشاره کردن که اگر نمیتونید عدالت بکنید پس همون یکی رو کفایت بکنید که ما در این باره جناب دکتر به تفصیل در موضوع برنامه ما امروز در این باره صحبت کردند. و بیننده دیگری پرسیدن جناب دکتر با عرض سلام و خسته نباشید، سلامت باشید. و علیکم السلام. من یک سوال دارم. پدرم مهریه منو که 50 میلیون بود ازم گرفت و جوابم کرد. من شکایت کردم به دادگاه و به دادگاه کشیدمش و همش هم نفرینش میکنم. هر وقتم دلم بهش در دلم بهش بد و بیرا میگم. مادرم رو با چند فرزند خرجی نمیده. آیا حق با کیست؟ من میگم مهریه‌مو بده، میگه فعلا ندارم. از شما خواهش میکنم که به سوال من جواب بدید. در ضمن 25 سال است درگیریم. اولا خواهر عزیز شما خیلی پرتی. اینی که نفرین میکنی به پدرت، کل این نفرین برمیگرده به خودت. اینی که پدرت مهریت رو گرفته، بله مهریه حق شما بوده و پدرت این رو گرفته ظلم کرده به شما. خب این یک. دوم اینی که شما و اموال و ثروتت همه مال پدرتون. پدرت وظیفه داره پول شما رو به شما بده، اما میگه که ندارم. اگر در اینی که نداره راست میگه و واقعا نداره، شما الان باید با این وضع بسازید. یعنی چی بسازید؟ پولت رو یا شما حق دارید، پول مال خودته، یا این رو به پدر میبخشی و میگی پدرم نوش جونت، شما منو که هیچی بودم اومدید بزرگ کردید، 23 سال 25 سال برام زحمت کشیدید، نوش جونت، من بخشیدم به شما، این مال شماست. میتونی به پدرت ببخشی، میتونی به شوهرت ببخشی. اما اینی که بگی من و شوهرم دست هم کردیم رفتیم شکایت کردیم، یعنی شوهرت برات که تازه اومده و ثمره زحمت‌های پدر رو گرفته اومده، شما با شوهر هستید که اون پول رو بگیرید که بدید به شوهر، این واقعا دیگه جای تأسف داره. یعنی شما اصلا قدرشناس هیچ نیستید. اگر پدر داره وظیفه داره که به شما بده، نداشت ظلم کرده، اگر حرامش هست حلالش نیست، اما تا وقتی شما نبخشید. اما اگر نداره باش بشین، بابا جان این پول من هست، من نیاز دارم، نمیخوام هم به شما بدم، یا نصفشو به شما میبخشم، نصف دیگرشو قسطی ماهی چقدر میتونی. توانمندی پدرت برات مشخصه، دیگه غریبی به نیست. اما اینی که اینجا عصبانیت بیاید یک پرونده دیگه باز کنید که پدرم به مادرم، این مسئله دیگه هست، به شما هیچ ربطی نداره. پدرت به مادر و به بچه‌ها هیچ دیگه‌اش نمیرسه،
شما وظیفه دارید به مادر و به بچه‌ها برسید اگر توان دارید. اگر ندارید به هر حال به اهرم‌های دیگه رو استفاده می‌کنید. پدر رو اگر توان داره مجبور می‌کنید که به مادر و به زنش و به بچه‌هاش برسه. اینو قاطی این نکن، چون اینو آوردی به خاطر اینی که پرونده خودت رو قوی کنی. نه، پرونده شما یه پرونده جداست. من توصیه میکنم حقت رو بر پدرت ببخشی و این نفرین رو از سرت بندازی بیرون. یعنی چی نفرین میکنن؟ خب اما اگر نه واقعا پدر داره، ظلم کرده، حق شما رو بالا کشیده، حالا از طریق دادگاه میخوای بگیری، هر چی میخوای، اما یادت باشه که این پدرت هست، دروازه بهشت توست. دروازه بدی هست، زنگ زده، شکسته، هر چی هست، دروازه بهشتت هست. از دروازه بهشتت میخوای وارد بهشت بشی، بسم الله، نمیخوای مل خدا. ممنونم، جزاکم الله خیر. جناب دکتر، بیننده دیگری سوال دادن آیا زن و شوهر میتوانند مدت یک هفته با هم قهر باشند؟ ای بابا، پس چرا زن و شوهرن؟ هستن دیگه، قاطی کردن، دعواشون شده با هم. دعوا یک حد اکثری داره. چقدر؟ دعوا حد اکثرش 3 روزه. 3 روز با هم قهر بشین اشکال نداره. یعنی چطوری؟ این بره خونه باباشون، هم بره خونه باباش؟ میخوان خونه بابا برن هوایی عوض کنن، میخوان که تو 2 اتاق جدا از هم بخوابن، یکی بالای تختی که پایین تخت، یکی صورتش اینوری یکی صورتش اینوری. اینا تو زندگی اتفاق میفته، نمک زندگی. اما همین دعوا استاد سلیمانی عزیز یه فرصت طلایی برای این 2 تا زوج به وجود میاره. چه فرصتی؟ این فرصت طلایی رو هر کسی که زرنگ‌تر بود و عاقل‌تر بود از دست نخواهد داد و اون اینه که وقتی بین 2 نفر قهری به وجود میاد، یک دلخوری به وجود میاد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند خیرکم من بدأ بالسلام، بهترین شما اون کسی که آشتی رو شروع کنه، سلام کنه و لبخندی بزنه و معذرت خواهی بکنه. خب معذرت خواهی کردن در بین زوجین به علامت این نیست که من اشتباه کردم شما بودی. معذرت خواهی کردن یعنی اینی که من میخوام جو عوضش کنم. خب تصور کن خانم میخواد این مسئله رو حل کنه. شوهر کیه؟ شوهر کسیه که 30 سالشه مثلا، این 30 سال عبادت کرده، 30 سال به پدر و مادرش رسیده، 30 سال صدقه و خیرات داده، 30 سال خدمت جامعه کرده، 30 سال این کوههایی از اجر و پاداش پیش خداوند داره. تصور کنید این مثلا 300 میلیارد اجر داره پیش خداوند. خانم کی است؟ خانم کسیه که فقط 200 میلیون اجر داره پیش خداوند. با یه لبخند، با یه چشمک، با یک رابطه رو درست کردن، اجر و پاداشش میره میشه چی؟ 500 میلیارد از شوهر میره بیشتر. شانسه، طلایی است. نوش جون اون کسی که زودتر قهر رو تموم کرد و معذرت خواهی کرد، طرف راضی شد. ممنونم. خواهرمون خانم امینی در فیسبوک نوشتن که چرا همه به این قسمت آیه اشاره نمی‌کنن که ان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملکت ایمانکم، اگر میترسید که عدالت نکنید پس یکی بیشتر حق ندارید بگیرید و یا اینکه کنیزی باشه. اینو من الان اشاره کردم و ظاهرا خواهر محترم شما برنامه ما رو دیر بیننده شدید و در طول برنامه جناب دکتر تاکید داشتن و حتی بعد از میان برنامه اگر در تکرار برنامه ببینید فرمودن که حق نداره کسی که عدالت نمیتونه بکنه در این میدان وارد بشه. بترسید این مال همه چیزه. شما اگر میترسید که روزه بگیرید صحتتون به هم بخوره میگن آقا روزه نگیر. اگر میترسید که وضو بگیرید مریض میشید میگن آقا وضو نگیر. تمام. این مال همه چیز هست و عدالت مال همه چیز هست. پس این عدالت به معنای این نیست که ازدواج مجدد نکنید. عدالت به معنای این هست عدالت تشویق میکنه بر تعدد. عدالت منع نمیکنه از چند همسری، تشویق میکنه به چند همسری و خود خداوند متعال میفرمایند ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم. هر چقدر تلاش کنید هرگز نمیتونید عدالت رو رعایت کنید. یعنی این یک قضیه تنها در این مورد که خداوند میفرماید که این امکان پذیر نیست و در این حال هست که ازدواج بیش از یکی بکنید. چرا؟
چون این نیاز فرد هست، نیاز جامعه هست. هر کسی که این توانایی رو داشت، کسی که عدالت نمیکنه خودش گناهکاره و خودش میدونه خدای خودش مقصر است و گناهکار است و جوابش روز قیامت میده و پهلوی سمت راست بدنش آویزان خواهد بود. آخرین سوال اگر اجازه بدید، آقا بلال از روسیه پرسیدن که ما در روسیه هستیم، اجازه نمیدن که 2 زن بگیریم، خانم ما در تاجیکستان است، ما چه کنیم؟ ببینید در هر کشوری یک قوانینی هست. اونجا مثلا به خاطر اینی که میخوان که به هر حال کسایی میخوان که از این راه ارتزاق کنن، این قوانین رو وضع کردن، قوانین ضد انسانی و حقوق بشری. خب این قوانین در هر کشوری که هست، اینا قوانین ضد حقوق انسان و حقوق بشر و ضد فطرت انسانی است و پیامدهاشو هم که الان داریم میبینیم. شما در اون کشور یه راهکارهای دیگه گذاشتن مثلا دوست دختر. شما میرید ازدواج میکنید بر مبنای شرع. خب در قانون حکومتی چه اجازه‌ای هست، چه بندی هست، تو اون بند داخلش میکنن. یعنی ایشون میرن رسما یک مثلا شیخی یا عالمی رو میارن و 2 شاهد میارن و خطبه میخونن، ازدواج صورت میگیره، ولی ثبتش در اسناد میبینن بگردن که مثلا در قانون اجازه داده کسی دوست دختری داشته باشه و بهش ویزا میدن، بگی دوست دختر نمیشه دیگه. اون قانون چطور از یک قانون ظالمانه هست، اون قانون رو میپیچید اونطوری که بسیار میتونه برای شما راهکاری رو درست کنه، اونطوری ازش استفاده میکنید. اما قضیه شرعیش، چون که ازدواج هیچ ربطی به حکومت نداره. میگن عالمی هم هست که اجازه نمیده. چطور عالمی هست که اجازه؟ عالم اسمش عالمه دیگه به هر حال. یعنی میگه که این جایز نیست؟ خب حرف این عالمو نگیرید، برید پیش عالم میگه اجازه میده. به سادگی. قضیه ازدواج بین 2 فرد هست. 2 خانواده راضی هستن، قبول شد، ایجاب و قبول صورت گرفت، دیگه هیچ نیازی به عالم نیست. اصلا نیازی نیست که یک عالمی رو ما بیاریم. این عالم یک شکلی است که ما درست کردیم به خاطر اینکه رسمی بشه، همه بدونن، شرعی بشه. چون که بعضی از افراد قضیه نمیدونم چطور نکاح رو بخونیم، چطور رابطه رو چی کنیم، اینو درست کردیم. و الا خانواده ها با هم نشستن، ایجاب و قبول شد، تموم شد. 2 شاهد هم باشه کافیه. 2 شاهد هم هست، ایجاب و قبول هم شد، همه راضی. یک سوال دیگر هم اشاره میکنن دوستان که بپرسیم. بیننده فرمودن که پدر من رفتارش با مادر من خوب نیست، خیلی در ادبیاتش بد صحبت میکنه. الان ما فرزندا وظیفمون چیه؟ چطور به پدرمون تذکر بدیم این مشکل حل کنیم؟ اولا شما حق ندارید به پدرتون تذکر بدید. رابطه زن و شوهر هست، شما در این میان هیچ کاری. شما فقط اگر میخواید این رابطه رو درست کنید، یا راجل روحتون هست، به پدرتون اینقدر خوبی کنید که شیفته و اسیر شما بشه. به مادرتون اینقدر خوبی کنید که شیفته و اسیر شما بشه. پدر وقتی میبینه که شما پدری که اسیر محبت و دوستی شماست، وقتی میبینه که شما مادر رو اینقدر دوست دارید، خود به خود کاری نخواهد کرد که بفهمه که این شما رو اذیت میکنه. اما اینی که شما بیایید واسه ما ملا بشید و پدر تو حق نداری با مادر، بی خود کرد. قبل از اینکه مادر تو باشه همسر اونه. زن و شوهرن، میدونن که چطور با هم دیگه رفتار کنن. شما فقط میتونید هر 2 رو اسیر محبت و خوبی‌های خودتون کنید تا هر 2 سعی کنند که کاری نکنند که باعث کدورت شما بشه. سوال دیگری رو احمد داره تو گوش من میگه. سوال تکمیل کنم احمد جان. کسی که عدالت نمیکنه خواهرمون الهام خانم پرسیدن، اینو دیگه احمد طرفدار بیننده هست، میگن همه ادعا میکنن که ما عدالت میکنیم و وقتی که عدالت نمیکنه شوهر تکلیف ما چیست؟ عدالت گدایی نمیشه. محبت با شما حق ندارید به شوهرت بگید شوهرم منو دوست داشته باش. این نمیشه. با گدایی و با درخواست نوشتن محبت ساخته نمیشه. شما دوست داشتنی شوهرت خود به خود اسیرت میشه. شوهرم عدالت نمیکنه معنا نداره. معنا نداره. خداوند متعال فرمودن که عدالت در هر چیز هست. باید عدالت کنید. ان الله یأمرکم بالعدل. این در هر چیزه، در اینجا نیست، در تمام مسیر زندگی هست. یک اصله. اما این اصل در ازدواج کم رنگ میشه به خاطر دید خانم ها و این مغفور هست.
راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که خانم ها بیان خودشون رو دوست داشتنی کنن تا خود به خود عدالت اجرا بشه. وقتی شوهر شما به شما کم لطفی میکنه، شما ببینید که سببش چیه. سببش اینه که شما بهش نمیرسید، شما بد اخلاقی میکنید، شما بدی دیگران رو میگید، شما وقتی میاد پیش شما احساس میکنه که اینجا راحت نیست. خب با خودت رقابت کن، امروزت باید از دیروزت بهتر باشه. چطور اون زن دوم تونسته ایشون رو اسیرش کنه، شما چرا این ترفندا رو یاد نگیری؟ در حالی که شما یه ویژگی هایی دارید، ایشون یه ویژگی هایی داره. هر یکی از ویژگی های خودت استفاده کن. نگاه نکن شما 50 ساله هستید، اون 20 ساله، شما نمیتونید در جوانی با اون رقابت کنید، اما میتونید در مهر و در خوش زبونی و در حرفا ببینید، در تجربه و اینو شوهر تو اسیر خودت کن. انشاءالله. ممنونم جناب دکتر از اینکه وقتتون در اختیار ما بینندگان عزیز گذاشتید. صحبت پایانیتون رو میشنویم. من از شما البته درخواست میکنم که یه وقتی بذاریم یه برنامه‌ای بریم که توش نشون بدیم که این عشق و محبت رو چطور میشه کاشتش. اما قبل از اون اگر هفته آینده یه چیزایی هست سلیمانی پشت پرده که خیلی ازش خبر ندارن. کدوم از پرده؟ پشت پرده زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم علیه الصلاة والسلام یه ناگفتنی هایی هست که باید گفته بشه از زندگی خصوصیشون، از زندگی خصوصی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. چون ما تو این محور هستیم، قضیه یک مرد با چند تا همسر. خب بهترین نمونه رسول صلی الله علیه و سلم. الان تو زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ما چقدر صحابه داشتیم؟ این صحابه تصویر گویایی از زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو در زندگی 12 ساعت از زندگی روزمره ایشون دادن وقتی که بیرون بودن. الان حالا 12 ساعت کمتری که پشت پرده هست، در داخل خانه هست. اونجا حرفایی هست، بگومگوهایی بین این خانم هاست که اینها میتونه کارگوشا باشه دانستانش برای خیلی از ماها، برای خانم ها که چطور قضیه رو حلش کنن، جمعش کنن، و برای آقایون که چطور بدونن که چطور مدیریت میشه کرد. یه مرد هست 9 تا همسر داره، کل جهان رو داره مدیریت میکنه و تمام مشکلات امت اسلامی رو دوششون است. مثل کسی نیست که کشتی شکسته نشسته چرا 3 تا زن داره، گم شده. 3 تا زن داری، تو 3 مرحله از یک مردای دیگه جلویی، نه 3 مرحله عقب. خب اینو بذاریم موضوع هفته بعد. پشت پرده هایی از ناگفته هایی از زندگی رسول صلی الله علیه و سلم در محیط زناشویی. بسیار خوب. ان شاء الله بینندگان عزیز ما رو همراهی خواهند کرد در برنامه بعدی باذن الله، اگر لقا و بقا مقدر بود، با ناگفته های از زندگی خصوصی رسول صلی الله علیه و سلم. در ناگفته ها یعنی که نه که گفته نشده، اگه گفته نمیشد که به ما نمیرسید، به هر حال یعنی که کمتر شنیدیم ما، و نکات جالبی است که برای خیلی از عزیزان کارگوشا خواهد بود. تشکر میکنم جناب دکتر از اینکه وقتتون در اختیار ما بینندگان عزیز گذاشتید. تشکر میکنم همچنین از همه شما عزیزان که تا این لحظه برنامه خودتون رو بیننده بودید. تشکر خاص دارم از همه عزیزان ما پشت صحنه در اتاق کنترل و در خصوص احمد جان و فرید و منیر احمد عزیز و رفیع محمد جان که تلاش میکنن تا این ارتباط. حمزه عزیزم اینجا این طرف پشت تصویر هست و ان شاء الله که در برنامه بعدی هم همراه ما باشید. میتونید در فاصله این برنامه تا برنامه بعدی هم برای ما پیام هاتون رو بفرستید از راه‌های مختلف، سوال‌ها، نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق تلگرام یا صفحه ما در فیسبوک و یا از طریق واتساپ برای ما ارسال بکنید و حتما ان شاء الله در برنامه‌های پیش رو مطرح خواهد شد. عزیزانی که هنوز به پاسخ سوال‌هاشون نرسیدن ان شاء الله صبر کنید، در برنامه‌های پیش رو مطرح خواهد شد. به خاطر حجم بالای سوال‌هایی که برای ما ارسال شده نمیتونیم در یک برنامه همه رو مطرح بکنیم و نیاز به زمان خواهد بود. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال می‌سپارم. الله یار و نگهدار شما.